در 1404 بالای 80 پروژه داشتیم ما. این به ملت هرات، به مردم هرات اطمینان میدیم که یک افغانی پول شما بیجا مصرف نمیشه، در خدمت امی ملت است، در آبادی امی وطن مصرف میشه. اداره ریاست شورولی ما در این زمینه با جدیت کامل کار میکنه. هم در بخش اسفالت کار کرده، هم در بخش گذرها میبینیم کار میکنه و هم در بخش کانالیزاسیون که اگر ما واقعا هر چقدر هم از اینا قدردانی و اظهار تشکری کنیم یقینا کم است. هم عواید شورولی بالا میره و هم مردم سهولت بیشتر میشه. در قدم اول بیشتر نیازه که روی سرک ها بیشترتر توجه بشه. سرک ها ساخته شه، چون ما و شما به جریان هستیم شهر هرات بیشتر ازدحام شده